فردا توبه میکنم. برای همه چیز، همه کار وقت داریم. اگر نداشته باشیم وقت را بر زودی پیدا میکنیم. اما برای تلاوت قرآن باشد چون این سخنها سر میزند: زندگی ده از کار می آیم، سخت خسته هستم. کتاب را با دستم میگیرم، خوابم میبرد. چشمانم سخت درد میکند. میخواهم خوانم اما میترسم که غلط نخوانم، گناه میگیرم. چیکار کنم؟ در وقتی ما شرایط نبود. این همه بهانه ها اصلا بی پایه و بی اساسند. یگانه چیزی مهم است که شوق داشتن و به این کتاب از صدق ایمان و اخلاص روانی داشتن است. آیا می دانید این همسران، فرزندان، نزدیکانمان در این دنیا به ما خود را مونس و همدم و گاه غم شریک جلوه می دهند؟ این همه تا قبری تاریک و تنگ است. داخل قبری تاریک تنها قرآن و عملهای صالحمان مونس و همراه ما اند. پس چرا امروزی که در دست داریم آن را برای روشنایی قبرهایمان و سربلندی آخرتمان ثمرناک استفاده نبریم؟ آیا نادانیم؟ آیا خود را به نادانی جلوه می دهیم؟ گفت فردا توبه میکنم، ولی خواب کرد و از خواب دیگر نخیست.